سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این ویدیو واقعا ویدیو خیلی جالبی میتونه باشه برای کسایی که توی بازار کریپتو فعالیت میکنن و هیچ راهی ندارن جز این که برن آموزش ببینن و کارهای دیگه که بقیه دارن انجام میدن. چون واقعا هم حق میدم بهتون، چون بازار کریپتو کلا نسبت به بازار فارکس یه مقدار محدودتره. شما توی بازار فارکس مثلا هوش مصنوعی داری که ما استفاده میکنیم، بعد اینکه حالا یه سری سیستم های اتوماتیک هستن که میتونن به شما کمک بکنن که حتی تجربه‌ای هم نداشته باشی بتونی ازش استفاده بکنی و درآمدزایی کنی. حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ این اتفاقو توی کریپتو برای یک اندیکاتور رقم زدیم که اندیکاتوری که روی تریدینگ ویو هستش و شما با یک کلیک اینو میتونی بیاری روی چارتش با جفت ارزهایی که ما به شما میگیم و شروع کنی به ترید کردن و فقط پوزیشن بگیری. نه نیاز به تجربه داره، نه نیاز داره استراتژی یاد بگیری، نه نیاز داره بشینی پشت چارت. هیچ کدوم از اینا رو رسما نیاز نداری و فقط زمانی که ایمیل دریافت میکنی که آقا وارد این پوزیشن بشو، همین کارو انجام میدی. به دو تا چیز نیاز داری: به حساب پریمیوم تریدینگ ویو نیاز داری که نوتیفیکیشن دریافت کنی و به یک صرافی که لینک جفتش هم گذاشتم داخل دسکریپشن که میتونی ازش استفاده بکنی و برای صرافی هم یه بونس خیلی ویژه برات در نظر گرفته شده اگه از لینک زیر ثبت نام بکنی. ولی کلاً به همین صورت که میبینیم، مثلا یکی از جفت ارزایی که روش ترید میکنیم HYPE هستش و روش کلیک بکنم میبینی که HYPE.P همون فیوچرز پرپچوال و اینکه هیچ عددی نیاز نیست تغییر بکنه. مثلا بگی الان تنظیمات رو تست بکنم، هر چیزی که میبینی همونجا هستش و دائما این اندیکاتور داره آپدیت میشه و جالبیش اینه که زمانی که آپدیت میشه برای همه اعمال میشه دیگه. مثل لایسنس نیستش که مثلا شما بخوای دریافتش بکنی، نه، شما فقط یه اکانت تریدینگ ویو درست میکنی و اون قسمت یوزرنیم رو که برای خود یه یوزرنیم انتخاب میکنی به ما میدی، ما به شما لایسنس میدیم و شما از قسمت اندیکاتور میای تو قسمت اینوایت اونلی، میبینی که کراونکس اینجا ظاهر میشه، روش کلیک میکنی و میاد روی چارتت و اتوماتیک اپلای میشه. رو تایم فریم 15 دقیقه هم هستش و اینکه میتونی این گوشه برای خودت یک لیست الرت داشته باشی، یعنی این بعد نسخه پریمیوم داشته باشی. اگه نسخه رایگان باشه الرت رو نمیتونی دریافت کنی، یعنی ایمیل مثل این نمیگیری که بگی آقا مثلا XRP فعال شد، پوزیشن شورت، این ورود، این استاپ لاس، این تی پیه. و جالبش اینجاست که 15 دقیقه قبل از اینکه اینو به شما بده یه دونه ایمیل دیگه میزنه میگه آماده باش. اینجاست ناکن، میگه your XRP USDT.P alert was triggered، بعد اینجا گفته waiting for close. بعد که کلوز شد یعنی کندل 15 دقیقه بسته شد، اون موقع میاد اعداد ارقامش رو به شما میده، یعنی نقطه ورود و خروج رو به شما میده و در شما همون تو مارکت ورود میزنی، چون همون موقع ایمیل گرفتی فقط استاپ لاس و تی پی رو برای خودت میذاری. همین مثلا اینجا یه دونه پوزیشن داره لانگ تی پی خورده، یه دونه تی پی اینجا خورده، یه دونه شورت داده، اینجا گفته اگزییت بزن، دوباره اینجا لانگ داده، دوباره فکر کنم اینجا استاپ لاسش خورده بود و ریپینت نمیکنه. استاپ لاس بخوره میبینی استاپ لاس خورده، چیزی عوض بدل نمیشه و خیلی شفاف همه چی رو به شما میده. مثلا اینجا شورت تی پی، اینجا شورت تی پی، اینجا شورت تی پی، اینجا لانگ تی پی داده و 19% الان کلا توی سودیم از یه ماه پیش تا الان با در نظر گرفتن اینکه تمام پوزیشن هایی که به شما داده رو ورود کرده باشی. اون موقع براینده کلت میشه 19.2%. اینجا تو جدول همه چی هستش و اگر سیگنال بعدی رو به شما بده میاد این اطلاعات رو هم اینجا پر میکنه. اینا مثلا این الان حساب یوزر خودم هستش که میاد همه اطلاعات رو اینجا بهتون میده. من برام توی این قسمت مثلا فکر کنم اگه اشتباه نکنم آدا یو اس دی تی بود. الان توی پوزیشن اتفاقا یه پوزیشن لانگه که این قرمز استاپ لاسمونه، این آبی خط یعنی نقطه وروده، این سبزم که تی پی هستش و گفته اگه تی پی بخوره انقدر در میاری، استل بخوره انقدر از دست میدی و همه پارامترها اینجا هستش. 1.43% توی سودیم از یه ماه پیش تا الان روی این جفت ارز و تمام جفت ارزها رو ما خودمون لیست کردیم به صورت PDF در خدمتتون قرار داریم داخل کانال VIP. همه چی کامل اونجا توضیح داده شده و اینکه صرافی هم ثبت نامش رو که انجام میدی وقتی میای توی این قسمت کافی بری تو قسمت فیوچرز رو بزنی و اینجا وارد پوزیشنت بشی. مثلا فرض کن XRP USDT رو من از همینجا سرچش بکنم توی قسمت فیوچرز اینجا میاد و رو حالت ایزوله قرار میدی، لورج 10، حالت لیمیت رو به مارکت تبدیل میکنی، TPS رو اینجا فعالش میکنی و هر چی که توی ایمیل گفته رو اینجا کپی پیست میکنی. SL مثلا اینه، میای توی SL میذاری، TP اینه تو TP میذاری، پوزیشن اینجا شورت، میای اینجا پوزیشن شورت میگیری و اینجا برات ظاهر میشه. همین
و حداقل با 200 300 تتر، یعنی با 500 تتر ما میگیم شروع کن، ولی اگر با 200 تتر هم میخوای شروع بکنی یه سری اینستراکشن ها هستش، دستورالعمل ها هستش که بهتره دنبالش بکنید و از طرف خود تیم تریدرها این پی دی اف درست شده که مثلا شما بیشتر دقت بکنی به یه سری مسائل. ولی خب هر چقدر بیشتر سرمایه بذاری قاعدتا سود بیشتری هم خواهی کرد. من خودم اصلا سرمایه گذار بودم توی کریپتو و وقتی که این اندیکاتور اومد بیرون تریدرم شدم، یعنی تبدیل به تریدر کریپتو هم شدم، ولی قبلش سرمایه‌گذار بودم و تو بازار فارکس هم که هنوزم فعالیت دارم. حساب لایو قابل برداشت و مدیریتش با هوش مصنوعی اون سر جاش هست. ولی این واسه کسایی که میخوان وارد بازار کریپتو هم بشن و یا هستن و دیگه از آموزش دیدن این داستانو خسته شدن، میخوان از یک استراتژی سودده استفاده بکنن که برآیند خودشون رو مثبت بکنن، یه منبع درآمد دیگه‌ای برای خودشون داشته باشن. و اینکه داخل کانال تلگرام که لینکش داخل دسکریپشن هست، تمام نتایج رو من اینجا میذارم. خودم دیروز یه دونه پوزیشن گرفتم 11% سود کردم روی LD و USDT و یه دونه دیگه مثلا دو تا دیگه اینجا گرفته بودم با مبالغ خیلی کم، در حد اینکه مثلا تست کنم بازی کنم یه دفعه $10,000 من میذارم. اینجوریام اول یه ذره تست میکنم بازی میکنم یه دفعه $10,000 میذارم که سودمو بیشتر کنم و میدونم که همیشه سودم بیشتر از ضررمه توی این مارکت و همیشه من یک ماهه نگاه میکنم. شما اگه از اندیکاتور استفاده میکنی نباید به درآمد مثلا برآیند روزانه نگاه کنی، بعد 30 روز بگذره از اولین روزی که استارت زدی و بعدش آقا میگی من اینقدر درآوردم خب یا اینقدر از دست دادم. 30 روز بعد بگذره. واسه همینه که روی چارت خیلی جالبه که یه قسمت داره توتال پی ان ال که بهتون نشون دادم، یعنی پی ان ال کلی از یک ماه پیش یا همون تاریخی که حالا اینجا می‌بینید تا امروز، تا تاریخ امروز این 19% سود کردی. خب خیلی خوبه. اینا با تمام پوزیشن رو بگیری، با استاپ لاس هایی که خوردی، با تی پی آی که خوردی، همه اینا جمعش شده مثبت 19%. این هیچ وقت عوض نمیشه. این داره واقعیت رو به شما نشون میده. این جدول داره واقعیت رو به شما نشون میده با در نظر گرفتن این که شما تمام این پوزیشن ها رو بتونی بگیری. ولی اگر نسخه پریمیوم تریدینگ ویو رو نداشته باشی، من حالا یه وبسایت معرفی میکنم که ایرانیه، میتونی ازش خریداری بکنی. اگه خارج از کشور هم هستی کردیت کارت داری که لینک اصلی تریدینگ ویو رو داخل کپشن گذاشتم، میتونی ازش استفاده بکنی و خریدتو انجام بدی. و آره دیگه بگیری دیگه الرت ها رو میتونی واسه خود بذاری، نوتیفیکیشن رو بگیری و ورود بزنی به همین راحتی. حالا اینجا نتایج بیشتر هم هستش دیگه. مثلا اینجا ایمیلی که واسه من اومده، مثلا تک پروفیت هم خورده، راحتی بهترین ایمیلی که یک نفر میتونه دریافت بکنه و هر سوالی هم داشتی میتونی از ادمین های ما بپرسی. داخل عضو کانال تلگرام بشو، حتما اونجا نتایج رو ببین و با پشتیبانی هم در تماس باش که تمام راهنمایی لازم بکنن. ولی زمانی که عضو کانال وی ای پی میشی دیگه فکر نمی‌کنم نیازی به پشتیبانی داشته باشی. فقط برای اون قسمتی که شما یوزرنیم تو به پشتیبان میدی که لایسنس تو بهت بدن و بعدش دیگه به نظر من کاری باشون نداری، چون همه چی رو کامل توضیح دادیم. ولی بازم سوال داشتی ما در خدمت هستیم. دمت گرم و امیدوارم که سود باشی. میبینمت.